روز 13 اکتبر سال 2023 عبدالقادر رستم، نویسنده و محقق شناخته تاجیک، به سن 65 رسید. ادیب معروف زادروزش را بار اول در بازداشت تجلیل می کند. او روز 31 آگوست سال جاری از جانب کارمندان دادستانی کل تاجیکستان در چارچوب پرونده جلد دوم کتاب یادداشت‌های مدیر بیمارستان ابن سینا عبدالخلیل خالقزاده بازداشت شد. خود خالقزاده هنوز روز 7 آگوست و سهراب رجبزاده مدیر نشریات ارگراف که کتاب جنجال برانگیز را چاپ کرده بود 14 آگوست دستگیر شدند. با وجود در حبس قرار داشتنش روز 13 اکتبر 10 نفر عبدالقادر رستم را به مناسبت زادروزش تبریک گفته بسیاری ها برایش آزادی هرچه زودتر را آرزو کردند. در همین حال یک منبع معتمد پایگاه خبری بامداد خبر داد که دادستانی کل تاجیکستان تفتیش پرونده های مؤلف کتاب حوادث روزگار من عبدالخلیل خالقزاده و محرر این کتاب عبدالقادر رستم را روز 6 اکتبر سال 2023 انجام داده با تصدیق فکر عیبدارکنی پرونده عبدالخلیل خالقزاده را برای بررسی به دادگاه نویه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه و پرونده عبدالقادر رستم را به دادگاه نویه سینای پایتخت سپاریدند. هر دوی آنها بر اساس ماده 189 قسم 2 بند دیگه کودکس جنایتی تاجیکستان به برانگیختن کینه عداوت یا نزاع اجتماعی، نژادی، ملی، محلگرایی یا دینی از جانب گروه شخصان با مصلحت پیشکی عیبدار می شوند. با آنها بر اساس این بند قانون همچون جزا از 5 تا 10 سال زندان تهدید می کند. منبع بامداد گفت دادستانی کل تفتیش پرونده سهراب رجبزاده را که او هم بر اساس همین قسم دوم ماده 189 بند دیگه به برانگیختن کینه و عداوت عیبدار می شود هنوز ادامه داده ایستاده است و پرونده او تا حال به دادگاه نرسیده است. جلد اول کتاب یادداشت‌های عبدالخلیل خالقزاده با نام ماجرای رفته سال 2019 و جلد دوم یادداشت‌هایش با نام حوادث روزگار من ماه مارس سال 2023 نشر و معرفی شد. ولی ماه ایون در شبکه‌های اجتماعی در اطراف این کتاب بحث گرمی برپا شد و برخی کاربران خالقزاده را به محلگرایی و پس زدن شأن و اعتبار نمایندگان منطقه‌های دیگر تاجیکستان عیبدار کردند. یک اتهام عمده به ضد مؤلف در کتابش جای دادن قصه جوانزن از خاورین بود که در سالهای 20 عصر 20 از حمله ارتش سرخ همراه شوهرش به افغانستان پناه برده و در آنجا از جانب یک قزلباشی محلی مورد تجاوز جنسی قرار میگیرد. شام 31 آگوست کارمندان دادستانی کل محرر این کتاب جنجال برانگیز عبدالقادر رستم که در همان بیمارستان ابن سینا به حیث مدیر شعبه کادر کار کرد دستگیر کردند. یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان روز 15 آگوست در نشست خبری تصدیق کرد که فرمان بازداشت عبدالخلیل خالقزاده را شخصا خود او داده است. او با ماده 189 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان بازداشت شده است. من خودم دستور بازداشتش را دادم. به جای شکرگزاری از سیاست و شرایط به تنقید شدید آن تأخیر ملت تاجیک با جدا نمودن منطقه‌های گوناگون مملکت به تأخیر نمودن نمایندگان محل‌های گوناگون مملکت به کینه عداوت انداختن اهالی تاجیکستان را جدا کردن به مذهب‌های گوناگون به دین‌های گوناگون و مقصد اساسی شور و غوغا انداختن ناآرام و ناامن نمودن مملکت فعالیتش را روانه نموده در کتابش حوادث روزگار من همه این مسئله ها را نوشته است. اظهار داشت یوسف رحمان. اما منتقدان و مخالفین حکومت پرونده کتاب حوادث روزگار من را حمله بی‌پرده به آزادی بیان که بینم در تاجیکستان خیلی محدود شده محکوم میکنند. به عقیده منتقدان سبب اصلی تعقیب مؤلف کتاب انتقادش از فضای امروزه کشور بخصوص از فشار به سرمایه گذاران و صاحبکاران و به یک مریض فراگیر تبدیل یافتن فساد و کروپسیون در تاجیکستان است و قصه آن جوانزن تنها یک بهانه شد.